بذار زبش یه نمایشنامه نویسی هست به اسم برتولت برشت، دوستان میتونن برن ببینن. از اون چپای کار درسته، از کف خیابون هر بده میکشیده. بعد تا قبل از برش، البته این چیزی که دارم میگم مال بعد از رنسانسه و بیشترم تو غرب، توی شرق اینجوری نیست. خود برش هم تحت تاثیر شرق این مسئله رو مطرح میکنه تو نمایش. اصطلاحا خودش میگه که من پرده نمایش رو میدرم و مخاطب خودش جزئی از نمایش میشه. ببین ارسطو تو بوتیقا میگه که اون نمایشنامه است که تو نفهمی داری نمایشنامه میبینی، یعنی مستغرق بشی در اون نمایش، یعنی یه بیخودی به تو دست میده. حالا یه سری چیز دیگه و خب همین امتداد پیدا کرده اومده حتی توی مثلا جنبشایی که کاملا ضد ارسطو باز این بوده. یعنی خب 3 تا وحدت داره ارسطو: وحدت موضوع، وحدت زمان، وحدت مکان. یه نمایشنامه درست حسابی وحدت موضوع داره، همینجوری در مورد همه چی حرف نمیزنه، یه موضوع واحد رو در موردش صحبت میکنه. وحدت زمان داره، خیلی جالب، میگه که توی 24 ساعت بعد اون ماجرای تو روایت بشه. نمیتونه مثلا یه قسمت از واقعیت مثلا واقعی که در اتفاق افتاده مال 1000 سال پیش باشه از فلش بک و اینا نداره. مکانش هم واحده، یعنی مثلا جلوی مثلا یه کاخ یا همونجا باید باشه. این بالاخره این 3 تا مطلب رو میگه. مثلا میزنه از اشیل و اینا. جلوتر که میان یکی یکی اینا شکسته میشه، یعنی هم وحدت مکان تو نمایش شکسته میشه، هم وحدت زمان شکسته میشه، هم وحدت موضوع. خصوصا تو تئاتر مدرن خیلی وحدت موضوع دیگه، چون 2 تا قبلیش شکسته شده بوده، این وحدت موضوع دیگه قاراش میشه. یه لحظه نگهش. بله این اواخرم موضوع شکسته میشه. یه سری خب چیزای فرعی هم میگه که یکیش همین بحثی که مطرح شد. این دیگه این آخرین پرده‌ای بود که از بوتیقا دریدن نمایشنامه‌گرا اینها. و اون حرفش اینه که اتفاقا برعکس، اون کسی که نشسته اینجا بدونه که داره نمایش میبینه. مثلا کی گفته که باید غرق شه؟ نباید غرق شه، بفهمه که داره نمایش، به خاطر همین وسط نمایش با مخاطبش حرف میزنه. میدونی این حالت رو برش داره و حالا خیلی فلسفه‌ای برای خودش بافیده و به نظر من تو نمایش جایی جواب میده و مهم هم هست. حالا خیلی جالبه بدونی که مثلا ما اینا تو 2000 سال پیش مثلا تو سووشونمون داریم که بعداً تو تعزیه میاد. یه جایی تو تعزیه اون کسی که داره مثلا مخالفه یا موافقه تو هر نقشی خطاب میکنه جمعیت، یعنی و یه جاهای خودش به سوگ میشینه مخالف کن که تو واقعیت عاشورا هم چیزی نیست. خودش نمیشه میشینه مثلا چیزی زار گریه خود واقعیش میشه در واقع. آره، یعنی شمره یا میشه مثلا اون احمد مثلا حسینی کاشانی که داشته چیز میخونه میشینه گریه میکنه. خب این موجب میشه که این پرده دریده بشه، یعنی تو یه لحظه بگی این که شم بود چرا گریه میکنه. تو کامل متوجهی که داری شبیه خانی میبینی، تو نمیخوای فکر بکنی که امام حسین اون شمره. حالا اینا مقدمتا گفتم که به این اشاره بکنم که یه وقتایی الان خیلی مد شده توی چرا پادکست رو ترجمه کردم پادپخش. اگه پادش انگلیسیه کستش رو چرا کردم مثلا میگم تو پادکست ها مد شده، بعد من میگم تو پادپخش مد شده، چیز مزخرفیه. تو همین برنامه‌های صوتی که شروعش دارن حرف میزنن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نداره نه. این همه گفتی که بگم اون سرفه اشکال نداره. ممنونم. یه اطلاعات عمومی هم به بقیه اضافه کردم. هر موقع سر دونستین ترمیناتور 2. من اول قبل از اینکه وارد فیلم بشیم یه سوال داشتم همیشه خودم به شخصه. توی تریلوژیا، توی سگانه ها که خیلی جالبه، ارسطو باز در مورد این تو نمایش حرف میزنه، چون موقع مد بوده
نمایش ها سگانه باشه، تریلوژی باشه. یکی از چیزایی که مثلا اونجا مطرح میشه که اینا باید مستقلاً فهم بشن. یعنی شما از دم در میایی تو مثلا سومین قسمت از یه تریلوژی رو میشینی، آیا باید مثلا اونجا ادراک تمام داشته باشی یا نه مثلا اومدی نشستی مثلا نصف نیمه بفهمی، یا نه اومدی نشستی هیچی نفهمی. من خودم این سوال برای خودم هست که آیا چون من ترمیناتور 1 رو ندیدم اصلا ندیدم. آره من ترمیناتور 1 رو ندیدم، اما قدیمم ندیدم، یادم یه بار مثلا تو کمتر وسطش دیدم خسته شدم. کامل ندیدم. آره خسته شدم، یعنی گفتم چیه برای چی من بشم و یه مقدار یه حدی از سرگرمی رو داره یکش هم به نظر من. حالا شاید دیگه من دوباره سرگرمی نیستم تو سینما به اون معنی. این سینما که میگم خیلی قبله، چون من خود ترمیناتور رو دورم بار اولی که دیدم شاید مثلا 17 سالم بوده و این یه مقدار حس میکنم به من ضربه زد تو دیدن فیلم و بعد این پرسش برای خودم مطرح شد که آیا این باید اصلا کاری ندارم که این فیلم چه کاری کرده، اون چیزی که موجود شده رو من کاری ندارم، یه پرسشی از ماهیت ماجراست که اگر کسی سگانه ساخت باید سگانه رو یه جوری بسازه که کدوم از این سه حالت باشه، طرف مستقلا بتونه ببینه، طرف مثلا ببینه قبلی ها رو بهتره، یا طرف نبینه درک نکنه اون قسمت سگانه. حالا این بالاخره پرسشی من خودم از پاسخی ندارم. گزینه سوم که مردوده که مثلا جوری باشه که شما اگر دو رو نبینی سه رو نفهمی، این که اصلا خوب نیست. حد اکثرش اینه که شما آقا اگر مثلا 50-50 شما رضایت میدید. آره تقریبا. ببین اگر شما مثلا دو رو دیدی، سه رو احتمالاً یه سری چیزای بیشتری راجبش میدونی که این دانشجو رو خود اون کارگران میتونه توی سه دوباره به شما منتقل کنه که دیگه زمان نکشه بری دو رو ببینی. اون وظیفش به نظر تو چیه؟ وظیفش اینه که یک اثر مستقل بسازه. مستقل. هر فیلمی اصلا خیلی بیشتر از فیلم، حتی من به این سریال به این معتقدم. هر قسمتش مستقله. با اینکه مثل زنجیر وصله. درسته که وصله. ولی خودش هم باز باید خوب باشه، باید کار کنه. شما بگی آقا نه این اگر این قسمت از سریال کار نمیکنه در کنار قبلی و بعدش جواب میده. خب ببین تو جزئیات خیلی حرفت سخته ها، اصلا حرف آرمانی خیلی هم من میپسندم، ولی یه وقتایی میدونی مثلا تو سریال که توی شاکله خیلی پیچیده داری، آره. تو مثلا یه عالمه باید جزئیات ریخته باشی که آره. بتونی مثلا یه چیزی بسازی که اون حسی که میخوای منتقل بکنی. آره خب سریال خوب اینو دارن. لاست که من دیدم و خیلی دوست دارم. میگم لزوما هر سریالی که میخوام بگم یه قاعده کلی به نظر تو ببین این که باید کار بکنه من موافقم. آره. که به هر حال باید کار بکنه هر قسمت، ولی اینکه بشه مستقل از این جهت که آقا مثلا مستقل از اینکه تأثیر داشته باشه. قطعا اینکه همینو میگم. نه منظورم اینه که یکی از سر را رسید نشست مثلا قسمت 7 مثلا سریال تلاسو رو دید، مثلا چه گیم اف ترونز رو دید، اون نه در این حد منظورم نیست که مثلا هیچی ندونه بیاد و همه چیز سریال دقیق بفهمه. همه چیز هم من نمیگم آره، ولی یه حدی رو ببره، یه حد اقلی از سرگرمی رو داشته باشه. چرا؟ چون این قسمت مستقلا خودش هست. الان به نظر من لاس فصلگیش اینجوریه. خب من نه قطعا میتونه یه سریالی این چیزی که تو میگی باشه، ولی اینکه تو بیای از این تعمیم بدی که بس همه سریال باید اینجوری باشه، من جرأتش ندارم چه بزنم حقیقتش. خیر ان شاء الله. نمیدونم والله. این مقدمه اول که حالا من این پرسشو دارم، خودم نظرم اینه که به نظرم باید مستقل باشه. به نظر من اثر سینمایی مستقله، ولی اون که تو این نظر سریال گفتیم سینمایی آره. که حتما مستقله. تو سینمایی نظر خودم به شخص شکسته بسته اینه که یه اثر سینمایی باید مستقل باشه. یعنی من قسمت یکیشم نوشته باشم باسی نوشته باشم. میتونی وارد مقدمه دوم سفر در زمان. خب من این چند وقت اخیر دارک دیدم، سریال دارک ندیدم. شما دیدی؟ هم که عکسای خار دارم. آره. ببین نظر من چیزایی که افلاطون یه نظری در مورد هنر داره، میگه هنر محاکاته، یعنی تقلید. خیلی حرف عمیقه ها. من یادمه
اولین باری که این حرفو شنیدم تو اون فضای روشنفکری و مثلا عاشق یارو لانتیموس بودم و عاشق اون عقب‌ترش آنجلوپولوس بودم و یه عالمه از این فیلمسازهای یونانی و اروپایی معناگرا و فلان و اینا. تو اون جوی که بودم مثلا این حرف خیلی به تیجه قوام برخورد که برو بابا یه آدمی نشسته 2500 سال پیش در مورد هنر نظر داده، کی اصلا میخواد در مورد هنر حرف بزنه؟ از این حرفا خدا رحمت کنه جناب افلاطون، ما رو ببخشید سا ادب کردیم خدمت شریفش. امام صادق در روایت داره که سید الحکما در منقبتش توی توحید مفضل هم اسمشون هست، هم اسم ایشون هست، ارسطو تالیس ارسطو. بعد محضرتون عارضم که بعد از یه برهه‌ای فهمیدم این چه چیزی گفته و هر چقدر جلوتر رفت به عمق و کنه این من بیشتر پی بردم و فهمیدم که من چقدر هیچی نمیفهمیدم از این و هنوزم نمیفهمم. به نظر من هنر در بهترین حالت ممکنش محاکاته. حالا یه تفسیر جزئی بدم بعد بریم سراغ زمان. ببین احسن الخالقین اون چیزی که میشده رو خلق کرده. ببین نسبت‌ها، زمان، مکان، شرایط، رنگ، نور، میزانسن، همه چی رو خلق کرده. هر چیزی که تو فلسفه میاد هر چیزی که امکان داشته آفریده. اونی استجب له. استجب له. ادبیات نخوندن ما داستان. اینجا قرآن نخوندن تو بوده که آره. خب ادامه بدیم. بعد چی میگفتم؟ محاکات یا آقا اعلی مرتبه خلق یک عالمی غیر آنچه که خلق شده ماسوای تو، اونیه که تو بتونی اون چی که خلق شده رو محاکاتش کنی. توجهی؟ یعنی تو یک نمودی باشی، یک چیزی خلق بکنی نمودی باشی از این چیزی که هست. حالا اینکه اون چیزی که هست و افلاطون چجوری میفهمه کاری ندارم، خیلی بحثش طولانی مفصل. بعد این مسئله نباید به این معنا باشه که خب ما پس سینمای فانتزی نباید داشته باشیم چون جهان فانتزی نداریم، یا مثلا سینمای اکسپرسیونیسم نداشته باشیم، نوار اصلا چه حرفی نزده. یعنی به این معنا نیست. ببین مثال میزنم، شما چرا این ببین سینما یک هنر سوبژکتیوه، یعنی توی فاعل شناسایی دنیا رو یه جوری رصد میکنی. یه عده واقعا دنیاشون فانتزیه. همین می‌خواستم بگم. خب خود زندگی خودمون که خود جهان تاریکه، یعنی اون چیزی که درک و دریافت میکند این بشر از ابژه، از اون چیزی که داره میشناسه، از اون هستی، همونقدر چرک و تاریکی که یه سری فیلمای مثلا 1920 تا 1950 یعنی تو جنگ جهانی این سری فیلم داریم واقعا تاریک، نه به معنای مثلا کثافتی که این اخیریا میسازن، نه واقعا تاریک، یعنی شاید غرق اندوه، نه غرق اندوه، غرق ترس، غرق دهشت، غرق حسای اصطلاحاً منفی، یعنی تو ذلالت و خودش به این پیک برده که من چقدر مذلم، چقدر مثلا در اذلالم. مذل که درست است. و اینو نه، یعنی این اشتباه نباید فهمیده بشه. حالا اینکه هنری که ما مطلوبمونه این هنر سوبژکتیو هست یا نیست اینا شو ندارم. من چیزی که هست رو دارم در موردش حرف میزنم، نه اون چیزی که ما مطلوبه. بحث سفر در زمان بود. سفر در زمان یکی از چیزایی که از این قاعده خارجه و به نظر من هیچ کسی نمیتونه تو هنر یه همچین وهمیو به تصویر بکشه، سفر در زمان. چون تو به محض اینکه یک مطلبی رو میای ارائه میدی که آقا این اومده مثلا فلان کسک رو نابود کنه که بعداً خودش موجود نشه، هیچ عقل سلیم اینو نمیپذیره. تو هر جوری اینو تصویر کنی. چرا؟ چون ذهن یه عالمه پرونده کنارش باز میکنه. میگه خب پس این چرا اون کارو نکرد، اگر اینجوری شد چرا اون نشد. خب چون یه چیزیه که وهم بر پایه واقع نیست. یعنی یه موقع تو یه چیز یه واقعیت عینیه، تو یه برداشتی از این داری، این دیگه برداشت تو از واقع نیست، رسما امر واقع اینجا وجود نداره. یعنی تو داری در مورد یه چیز
موهوم حرف میزنی، یعنی انتزاع از انتزاع، حجاب بر حجاب. اونجا دیگه به نظر من تو هر کی از هیچکاک باش، فورد باش، بابای سینما باش، اصلا بابای هنر باش، اصلا ممکن نیست تو بتونی از دام این موضوع برهی. یه سری موضوعات هستن تو سینما خیلی خطرناکه، مثلا تجاوز. معدود افراد به نظر من تونستن از دستش در برن. موضوع مذهبی، موضوع آره، پیغمبر خیلی خطرناکه. پیغمبر یعنی ساخت زندگی برای پیغمبر. یه حرفی در مورد فلوتین میزد خیلی خطرناک. استاد ما گفت این جناب فلوتین مثلا قبل اسلام هست، این حرفش به حرف ائمه اطهار به شدت بیشتر از عده کثیری از متکلمین شیعه است. خب یه وقتایی میشه که مثلا طرف، من مثال میزنم، میگم ضد منجی ترین فیلم تاریخ سینما تو اسرائیل و تو آمریکا ساخته نشده، مسعود دهنمکی ساخته تو قم زندانیا. چقدرش خوره واقعا یعنی چجوری میتونی همچی چیزی خلق کنی و حالت خودت از خودت در با چه ذهنی رو ساختی که امام زمان آره. حالا یه سری موضوع خطرناکن که بالاخره میشه ازشون رهید. به نظر من در یک افق عالی و بلند مدت ما میتونیم تو سینما پیغمبر داشته باشیم. این چیزی که دارم میگم شاید 400 سال تو تقدیره، شاید یه مسیر بلند مدتیه، بعد 7-8 نسل سینماگر بیان خراب کنن تا یکی بتونه. ولی یه سری موضوعات به نظر من قابل بیان تو هنر اصلا نیستن. چون ببین سینما یعنی استغراق مخاطب تو یک دنیا. یکی از چیزایی که موجب میشه این اتفاق نیفته پرونده سازی تو ذهن. یعنی تو باید غرق شی توی عالمی دیگه، بعد یه عالم سوالی برای درست میشه، یعنی تو یه اتفاقی میفته بعد به خودت میشه. مثلا تو هری پاتر این خیلی هست، یکی از مشکلاتی که خیلی بهش میگیرن اینه که خب الان مثلا یه روی ویردر خون فلان کارو کرد، چرا فلان جای ویردر نخون مثلا. اینجا هم همینه. یعنی مثلا این سفر در زمانه به نظر من موضوعیه که هر کسی بهش بپردازه همین اتفاقی که توی فیلم افتاده میفته. ولی خیلی گیره به چیه؟ گیره به موضوعه. یکم نه تو چگونه باید بتونی. میخوام بگم که این نکته اینه که این موضوع ما، حرفم اینه، هیچ چگونگی نمیتونه درست بیانش کنه. یعنی تو اصلا قرار نیست ما راجع به، چون تو بعدیاش میگیم، تو بعدی‌های ترمیناتور راجع به سفر به زمان میاد کار میکنه، خیلی هم بده. ولی تو این فیلم اصلا ما راجع به سفر به زمان و چگونگیش هیچ کاری نداریم. فقط پلات فیلمه. اول فیلم اصلا نکته همون. فقط ادامه فیلم دیگه نکته زمان نهاییش همینه دیگه. این یک کسی از آینده اومده. ما قبول داریم که نمیتونیم بپذیریم. نه، میخوام بگم که این موضوع به صورت کلی اصلا اولش باشه، آخرش باشه، پلاتش باشه، پیرنگش باشه، شاپیرنگش باشه، فیلمو خراب میکنه. تو هر کی میخوای باشی، یعنی خودت هیچکاک باشی، فورد باشی، به نظر من از حیز انتفاع میندازه. نه حیز انتفاع میندازه، تو گل زدی به خودت. یعنی فیلم این موضوع رو انتخاب کرد، یکیش عقبه، این تا اینجا. خب یعنی به نظر من فیلم از شروعش یکیش عقبه. حالا بریم تو فیلم. من بار قبلی که فیلمو دیده بودم، با اینکه توی فضای چیز نبودم خیلی، چون میتونی عدد بذاری، مثلا 18 رو بذاری بنویسی مقدمه از 18 صد شروع شه، شاید خیلی نفهم گوش بدن. حالا همین یه تیکشو که میتونی بذاری از 18 بعد مقدمه‌اش تموم میشه 19. من بار اولی که فیلمو دیدم فیلمو دوست داشتم. چرا؟ خصوصیت‌های خوب فیلم الان میخوام بشمارم. اولا بگم که کامرون بهترین کارگردان عصر حاضر. قبول ندارم، بدم به نظر من هست. و البته خب 4-5 تا کارگردان خوب داریم، مثل کرویدا، مثل اسکات، مثلا کنلوچ، بله هستن، 4-5 تا هستن. چرا میگم با همین شدت دارم این حرفو میزنم؟ چون اخیراً یه مقدار به این نکته بیشتر توجه کردم که به نظر من سینمای 2 تا
نکته داره. این هنر به صورت کلی یعنی بیان. تو هر چقدر در کیفیت بیان اشد باشی فیلمت بهتره. نکته بعدیش کمیته. چه تعداد مخاطبی رو تو میتونی بکشی تو سینما؟ به نظر این مهمه، چون سینما صنعتش، این سینما شوخی بردار نیست. ببین لوچ یکی از چیزایی که میشه بشه دیدیم که کل فیلماش همش با هم اندازه یه دونه فیلمای مثلا دست چندم کامرون دیده نشده. این به نظر من خوب نیست، خیلی مخاطب خاص بودن. خوب نیست، یه پوان به شدت منفیه و به نظر من ذاتیه تو سینما مخاطب. تو هر چقدر بتونی بیشتر با مخاطب ارتباط بگیری، بیشتر بکشیش تو سینما، به نظر من تو موفق تری. همونجوری که فورد این کارو کرده، کاپرا این کارو کرده، بایلر این کارو کرده، اینا درسته، چاپلین این کارو کرده. آره منتها در طول زمان هم مهمه که این فیلم‌ها مانا باشه. موافقم باهات. نه موافقم. اون بحث کیفیت بیانه. اون بحث کیفیت بیانه. ولی توی سینماگرایی که من قبولشون دارم از لحاظ فور، هیچ کدومش این خصوصیات رو به این شدت نداره. و کامرون به نظر من توی دست آدم مهمی. نکته دوم اینه که حداقل نکاتی که این سینماگر باید بدونه رو میدونه به نظرم. یعنی دوربینش درسته، تدوینش درسته، حتی فیلم بعدش میزانسنش درسته، یعنی ببین تو مثلا الف ب از یک کلاس اولی انتظار داری بدونه، میدونه. حالا شاید نتونه مثلا برای یه کار عجیب غریبی مثلا این نکته یا که آقا هنرمند از اینجا میشناسیم که کارهای بدش هم یه حداقلی داره. یعنی اصلا هنرمند با کار بدش تو میتونی بشناسیم. یعنی مثلا اون کاری که حالا من مثال زدم گفتم تناب هیچکاک، خب خیلی فاصله داره با کارهای خوبش، ولی تو با همون هم میتونی هیچکاک رو بشناسی. بدون آقا این آدمی که کار بدش اینه، چه برسه به کار خوبش. یعنی آدمی که خیلی کار بدش فاجعه باره باید یکم تو هنرمند بودن شک. یعنی حالا اینکه بعد کی عصر حاضر بهتری دارم بگو بعدا. چون فیلم مخالفم میام جوابشو میخوام بدونم نظرت. محضرتون آرزم. نکته دومش این بود. این نکته اولش که گفتم، نکته دومش بس ابتداییاته. یعنی نظر من داستانش، فیلمنامه‌اش چفت و بند داره. اون یه کارگردانی که داره فیلم آنتاگونیست و پروتاگونیست خوب داره، حتی آخر میکشونه. حالا نمیگم قهرمان ضد قهرمان شاهکارترین قهرمان، نه، یه حد اقلی داره و نکته نه بیشتر از حد اقل به نظر من. خب نه به نظر من اونقدر بیشتر از حد اقل نیست. من اینو خواستم بگم که الان که فیلمو دیدم یه سری ایراد دارم. که چیزایی واقعا تو این کاغذیه، خنده داره. نکته سومی که هست اینه که به نظر من خیلی هم مهمه، خیلی مهمه، اینه که کامرون، من همیشه میگم سینماگر کارش بیان، مثلا همه هنرمند وقتی که ابتدایات رو بلده میتونه حرف بزنه. حالا حرف زدن نیست، منظورم منبر رفتن نیست، منظورم بیان احساسات، بیان وقایع و هر چیزی که حالا از فرای اینها خودش این کارو نمیکنه. از فرای این محسوسات و جزئیات اگر که به شدت خوب ساخته شدن یک معقولاتی ادراک میشه به صورت ناخودآگاه. یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا یکی نشسته باشه بگه خب میخوایم تکنولوژی رو نقدش کنیم بریم یه فیلم بسازیم. نه، این میشه تصنع، میشه مسخره بازی، میشه همین فیلمسازای مذهبی و غیر مذهبی ایرانی، حالا اروپایی. نه، این دلمشغولی مسئله کامرون و مسئله کامرون تکنولوژی مشخصه. تو اول تا آخر کارنامه‌اش میبینی که کامرون یک زاویه‌ای با تمدن جدید داره، تو هر کدوم یه جور، حتی تو تایتانیکش، و به مظاهرش، به مناقبش، به همه چیش به دیده شک نگاه میکنه. ولی نمیخوام بگم که اصلا اهل تمامیت رد کردن اینا نیست. یعنی آدم نیست که پاشه بگه بریم کشاورزی کنیم، اینجوری نیست. خب نمیتونه هم باشه. خصوصا فیلمش داره با همین می‌خواستم بگم، خود همین فیلمش، حالا این آخر کارم خواستم بگم، گواه این حرفم هست که تکمیل آخر حرفم میزنه. نکته سومش اینه که حرف میزنه. به نظر من حرف زدنش هم منظورم اینه که جهان داره. یعنی که تو فیلمو که دیدی، احساسات وقتی نشست
با خودت میگی که مثلا آره میفهمی چی میگم؟ بله تو بله. یه نسبتی با اون اشیا پیدا آخرش میگی کردی. آها باریکلا. نمی‌بندی که بشینی تفلسف کنی که نه. این نماد اینه اون نماد اون. نمی‌تونه باشه. توی عبیسش این بیشتره. با اینکه فیلم خیلی خوبی شاید نباشه ولی یکم رو حرف میزنه آخه توی عبیسش. ولی باز همین حرف میزنه و باز نه تکنولوژی و این. آره. و نکته آخر که به نظر من اهمیت داره توی این فیلم اینه که یه پایان‌بندی خیلی خوب داره. یعنی با اینکه من موافقم با نادر ابراهیمی که خوش آغازی به شدت مهمتره تا خوش پایانی و خوش پایانی مال فیلم‌های پلیسیه نه فیلم‌های ایرانی که هم ازدواج میکنن، ولی واقعا پایان خوبی داره، قابل اهمیت. یعنی به نظرم اون قسمت آخر فیلم خودش داستان یه فیلم کوتاهه خیلی خوبه. حالا نقدامو من نکات مثبتشو گفتم، میخوای شما صحبت کنی من نقدامو بعدش بگم؟ نمیدونم، حتی میتونستیم در ضمن بیان قصه، چون به نظرم بد نبود که این قصهش هم یک روایتی میکردیم ما ببینیم مثلا چیه. خیلی زود رفتیم سراغ بحث کردن. من خیلی اهل بیان قصه حقیقتونم نیستی؟ خب کسی که فیلمو دیده که حرف منو میفهمه. بله. اونم که ندیده بره فیلمو ببینه بعد نه بره فیلم خوب است. اوکی بریم. نقدش داری گوش میدی فیلمو ندید. خب پس برو سر نکات منفی. شما نمیخوای صحبت کنی؟ من در ضمن میگم آخر سر اگر نکته بود اضافه باش. میتونم واسه طرف دیگه همینجوری. اوکی. نکات منفی کامرون نمیدونم گوله چیو خورده، گوله خودشو شاید خورد و ذوق زده شده. یعنی ذوق زده شده، واقعا جای ذوق زده شده. یعنی اسلوموشن گرفتناش از مثلا نگاه اون ربات به آدما یا اون پلانایی که مثلا اون زنه داره به اون ربات نگاه میکنه که مثلا با پسرش مثلا دارن رفیق میشن. خب به نظر من اینجا دیگه واقعا دهنشو وا کرد، اینجور که حرف بزنه. خب یعنی یه واقعیت. حالا درسته همش ضمن متنه، یعنی من موافقم که مثل بعضی با هم منبر میرن، ولی به نظرم اینجا اینقدر ذوق خودشو کرده که شروع کرده حرف بزنه تو فیلم و بدترین نکتهش همینه که فیلم یه جایی پیامبره، یه جاییش حس کرده که من میخوام نجات بدم دنیا. بچه‌ها رو مثلا نشون میده با تفنگ. آره اون بدترین سکانس فیلم دقیقاً اونجاست. باریکلا. من موافقم با بدترین سکانس و این بدترین سکانس فیلم خلاصه فیلم عبیسه. آها. یا یه جایش مثلا دیالوگ دارن، مثلا چرا شما آدم‌ها هم رو دوست ندارید؟ چون ما قدر خود را نمی‌دانیم. مثلا این چیزایی. انسان همیشه تنها. مثلا این چیزا اینجوری داره. خب مثلا ما تو همون فیلمی که ساختین حرفا رو داریم میزنیم، این منبراش چیه این واسه؟ دقیقاً. فورد یه جمله داره میگه که من دارم میخورم مفصل بی‌ادبی. میگه فیلم خوب فیلم کم دیالوگ پرتحرکه. فیلم مثلا ریو براوو خیلی کم دیالوگه، همه چیز تصویره. پشیمانی این آدم، تغییر این آدم، ترک میکنه، مشروبو ترک میکنه، برمیگردونه، همه اینا تو تصویره و همه رو ما میبینیم. هیچکاک میگه که اگه صدای فیلمتو ببنده فیلمت باید کار کنه. فیلم‌های ایرانی کار نمیکنن، مثلا خارجی هم کار نمیکنن. حالا این فیلم مثلا تو عادی کار میکنه، تو اگه صداش ببندن بعدا خیلی فیلم بهتری میشه. آره نکته همینه. فیلم خیلی بهتری. میخوام بگم به نظر من نکته اولی که گفتم به نظر من موضوع فیلمه که تو میتونی در مورد تکنولوژی حرف بزنی، برو تو آینده بساز، چه مرضی داری سفر زمان توش بذاری. به نظر من این درست، این خودش می‌خواد حرف بزنه تو متن دیگه میخواد بکشه، می‌خواد حرف بزنه. به نظر من که اینا می حرفش اینه، من نمیخوام واقعا خوشم نمیاد این کارو بکنم، ولی حرف این فیلمساز اینه که ما با همبستگی با یک نحوه تکنولوژی میتونیم از این تکنولوژی خطرناک بگریزیم. میدونی
دنبال ابزار کردن تکنولوژیه. آخه این درسته ولی آخر سر خود ترمیناتور هم میکشه. آره. یعنی اگر میخواست با یه نحوه تکنولوژی در برابر یه نحوه تکنولوژی بیسته، ترمیناتور رو نمیکشت. آره. ترمیناتور هم میکشه که نه ما تا جایی که نیاز داشته باشیم اصلا اشتباه تکنولوژی باید خلاص شیم. خب نه میگم حرفش اینه به نظر من که ما باید دقیقاً به نظر من ضمن همونه که تکنولوژی ما باید ابزارش کنیم. این حرفش اینه. خب که مثلا اون میاد بعد این به خدمتش میگیره باش حرف میزنه فلان یه سری حرفا از تکنولوژی بودن یکم دورش هم میکنه. آره دیگه این نقطه مثبت فیلمه. حالا به نظر من ممکن نیست این شعاره تو فیلم شده ولی نه اینکه تو فیلم شده رو من کاری ندارم. اون این حرفو میخواد بزنه. ها اون میخواد این حرفو میخواد نه من اینکه اون چی داره نشون میده الان کاری ندارم. میگم یه منبری رفته به این مضمون که آقا ما تکنولوژی رو تا اونجایی که میتونیم ابزار میکنیم، یه قسمتش رو از بین میبریم، بعدم اگر دیدیم که آقا این بعدن قرار ضرر بزنه میندازیمش تو آتیش، خرابش میکنیم، داغونش میکنیم. من حرفش اینه. خب به نظر من شعاره. این شعار من که حرف خودم چیه کاری ندارم. کلا که تو میخوای حرف بزنی، یعنی این حاله، یعنی خود فیلم تو یه جایی چیزایی میگه. به نظر من همونجا بعد کامرون اون قسمت ذوق زدهش رو خاموش می‌کرد و می‌ذاشت فیلمش حرف بزنه. باید بدونی حد چقدر دیگه. اندازه رو باید بشین نگه داره دیگه. نقطه سوم بعدی، نقطه سوم منفی بعدی، اون آدم سیاه‌پوست. بله. اصلا بده، یعنی اصلا کاش نمی بود. اصلا اون قسمت فیلم کلا نمی بود. اضافه است. آره. واقعا اضافه. قبول دارم. همون موقع بهت گفتم توی روات گفتم سیاه‌پوست رو گفتید بله گفتم سیاه‌پوست. اصلا حالا سفیدم بود بد بود اون تیکه به نظر من. مثلا ما که با سیاه‌پوستش مشکل نداریم که. نه نکته من اینه که چرا یارو سیاه‌پوسته؟ تو همه آدما تو فیلم سفید پوستن. اون کسی که مصدر بدبختی آینده بشره یه آدم سیاه با خانواده سیاه. من اینجوری بهش نگاه نکردم. خب چرا یه آدم سیاه دیگه تو فیلم نیست؟ من خیلی نماد بازانه بهش به نظرم نمیاد. اون این کارو کرده. به نظر من کامرون یه آدم نجات پرسته. به همین صراحت. یعنی نگاهی که به اون بدبخت بیچاره داره خودش فدا میکنه تو نماهای مختلف. حتی منفعله بردست یارو خیلی منفعله بردست. این به نظر نگاه کامرون به سیاه‌پوستاست. اون میخواد یارو قبول کنه. اون چیزی که به من لو داره میده فیلمش. می‌بینید یه حرفی داره فراستی میگه سناریو لو میده. بله. یعنی اصلا زاویه هایی که به این بدبخت داره نگاه میکنه تو فیلم آره یه کمی کاملا بالا به پایینه. و طرف یه آدم منفعل بردست که اونا بهش گفتن این کارو بکن مثلا پولدار میشی. اون هم تو فکر این که داره پولدار میشه مثلا نشسته داره بشر بدبخت میکنه و یه ده سفید پوست یهو میرزن تو خونش بدبخت رو تیر میزنن و بچه اون جیغ نیست چی هستن این کارا. بعد اون پا میشه مثلا فالا خودشم فدا. به نظرم اینا خوب نیست و فیلمو خیلی ازش هم انداخت. یعنی این 3-4 تا نکته‌ای که گفتم خصوصا اون منبر رفتنش. ولی خب حالا برگردم به نکات. تو اگه حرفی داری بزن، نداری من حرفو تفسیر بدم. ببین من داشتم اخیراً یکی دو تا سریال تو همین 2 هفته که گرم بودم به اقتضای خونه یه چند تا سریال دیدم چقدر پرحرفن این کارایی که توی سریالا ما می‌بینیم تلویزیون. آره ما همیشه مثل پایتخت اینا که ما همیشه می‌دیدیم و خیلی دوست دارن جامعه، خیلی پرحرف و اینو میپسندن. یعنی الان جامعه این پرحرف بودن رو بعد نمیدونه. خب جامعه امروز که اون شکل هنر مثلا کلاسیکو دیگه ندیده و هیچ مشکلی هم نبود توی خونه مثلا من نگاه می‌کردم همه می‌دیدن خیلی می‌خندن و اینا و این میپسنده. یعنی این پرحرف اضافه کار اونا دیگه پایتخت که دیگه کار دوربین عجیب غریب چرندم داره کار نداریم. دیدی اخیراً حالا میخوام بگم اینجوریه. یعنی این پرحرف بودنه که من آزار میده. خیلی من فکر نمی کنم مخاطب امروز فیلم آزار بده و من بهش نمره منفی میدم. مخاطب امروز فیلم که به نظر مثلا مخاطب نیست. بالاخره که روی ایکس 2 فیلم میبینه اصلا مخاطب حساب نمیشه. آره ولی بالاخره این فیلم برای این آدم داره ساخته میشه دیگه. درسته یا نه؟ به نظرم اصلا ترمیناتور اصلا الان تو این اصل مخاطب نداره. واقعا فیلم دیگه جذاب نیست؟ نه به نظر من پخش بشه هنوز جذابه. یعنی شما آره عرض بکنم که یعنی من خودم نه اتفاقا معتقدم که یعنی امروز مخاطب امروز هنوز براش ترمیناتور میتونه جذاب باشه. حالا شاید بگیم مثلا با کارهای خیلی پر
سرعت امروزی همراه شده کند فیلم. یه زمانی ترمیناتور چرا دیده شده؟ اولا به خاطر جلوه ویژه‌اش، اون دوره خیلی به خاطر سرعتش، به خاطر ریتمش، به خاطر اکشنش. آره. اینا موجب شده که اون زمان دیده بشه. خب آره. توی عصر الان اون اکشن، اون سرعت الان رو مثلا نیم حساب میشه، یعنی خسته کننده. آره قبول دارم. فارغ از اون قصه ترمیناتور به نظر من الان هیچ جذابیتی با همین سرعت جذابیت به مخاطب امروزی نداره. و حالا اینو من نظر نمیدم، چون منم خیلی صلاحیت این که خودم جای مخاطب امروزی بذارم ندارم، چون مخاطب امروز نیستم. یعنی من چند تا فیلم 20-25 رو دیدم مثلا از این چند سال اخیر رو، خیلی کم. رو چند تا فیلم از ایشون بود. شما ترمیناتور 2 رو الان حوصله داری ببین؟ نه. تصوری هم نداری شما؟ کدومه؟ نه دیگه. یه رو رباته که برمیگرده تو گذشته میخواد یه کسی دیگر رو بکشه. خیلی خوب، خیلی انشالله. من آقایون مخاطبین امروزی که ترمیناتور رو دیدین بگین حوصلتون سر رفت یا نه. آره اینم نکته ایه. ددپول هم اینجوری بود نه که برمیگشت. ددپول دیدین؟ خیلی جذاب. دهنت سرویس. آره فوق العاده است. خب خلاصه خیلی یعنی گفت آره چی. خلاصه اولتم خدمت شما که نمیدونم، من از طرف مخاطب امروز اصلا نمیتونم نظر بدم. خواستم بگم این پرحرف بودنش که منو اذیت میکنه، فکر نمیکنم مخاطب امروز اذیت کنه. ولی از اینکه بگذریم، سوپوستر که خودم هم موقع گفتم باهات هستم. ببین فیلم جذابیت سینماییشو باید به نظرم ما بگیم. من خواستم بگم دیگه، گفتم آره. بگی من تکمیل. شروع فیلم به نظر من خیلی خوبه. به نظر من خیلی خوبه. پرداخت شخصیت خب آره. سوال یک کلکی میزنه به مخاطب که آقا تو فکر می‌کنی این ترمیناتور، این شخصیت آرنولد همون آرنولد ترمیناتور یکه که اونجا نابودگره. بله. خب اینجا نجات دهنده است، فرشته است. و دیگه حالا وارد میشه و دنبال پسره میگرده، پسره رو خوب میسازه. ببین حداقل 3-4 نفر رو به نظر من خوب میسازه. آدم جیوه‌ای هم که تیپه خیلی وحشتناکه، یعنی به عنوان بدمن موافق نیستم. به عنوان بدمن حفظ میکنه قشنگ که آخر فیلم هم میکشه. چرا؟ خیلی کاغذ میشه واقعا. علتش هم اینه که به نظر قراره مثلا رو نقشه بنویسه برای ما چیکار کنه؟ علتش اینه که ببین جلوه های ویژه ما بخوایم یا نخوایم یه عنصر تو سینما. خب کسی که مثلا حال کنه نمیدونم فلان و بهمان و اینا رو به چشمش دیده خیلی. چرا؟ چون خود جیمز کامرون روی یه سری از خصیصه های شخصیتی اون که تو جلوه های ویژه‌ش هست داره تاکید میکنه مدام. خب که این مثلا یه ابرقهرمانیه که مثلا تیر که میخوره سوراخ میشه، مثلا از اونش در میاد. اینا رو هی با نماهای اینسرت، با نماهای از بالا به پایین هی به تو نشون میده. مخاطب امروزی که چیز گنده تر از این دیده، این براش اصلا عجیب نیست. و به خاطر همین یه سری خصیصه ها رو به خاطر یه جای براش کاغذ میشه. اینو میپذیرم. این که توی آرنولد این نیست، چون این کارو نمیکنه. خب یعنی سعی میکنه بیشتر اون جنبه‌های دیگه شو که حالا مثلا انسانیه ضعیف‌تر بودن، آره اینا رو داره روایت میکنه بیشتر. به خاطر همین تو سمپاتیش میری و شخصیتش. بله. ولی اون آدمه که به نظر من اصلا شخصیت که نیست، تیپ هم که هست، یه تیپ کاغذیه به نظر من. یه جایش واقعا برام خنده داره. مثلا انگار یه حالا میدونی شاید یکی بیاد بگه خب آقا این می‌خواسته یه ربات بسازه که بی احساسه، مثلا این حرفو نه به نظر من اونم در احساسه. ولی ببین نگاه، اینو من قبول دارم. خود من داشتم فیلم میدم به این نشستم که یک کوچولو انتخاب بازیگر اینجا شاید مسئله بوده که خب آرنولد گنده تره، با اینکه تو پرداخت فیلم قوی تر بودن آدم جیوه‌ای دیده میشه که آقا این اصلا موجود کامل تریه. آرنولد هی باید تیر در بیارن، اینو آتیش میزنه هیچیش نمیشه. خب نه من فکر می‌کنم اتفاقا پروتاگونیستش تا حدی در واقع میمونه و در واقع آنتاگونیستش اینجا منظورم و یعنی حفظ میشه و میکشه. من فکر می‌کنم اصلا تا حدی فیلم و این دوتا هر جایی که با همن اصلا التهاب هست. خب یعنی شما از سینما چی میخوای؟ شما از سینما جذابیت میخوای، التهاب میخوای و تو آخرم این هر جایی که این دوتا پای آرنولد و آدم جیوه‌ای وسطه برای ما جذابه. اون جایی که میرن داستانا دیگه تعریف کنن از جذابیت میفته. این من فکر می‌کنم اتفاقا نقطه مثبت فیلمه. تا آخرم که
پایان خوبی داره و اون نبرده به نظر من خوبه و میکشه این در واقع تقابل بد و خوب فیلم. نقطه مثبت دیگر این فیلم رابطه است، رابطه بین انسان و ربات. من فکر می‌کنم در اومده، یعنی این دوستیه آدم شدن ربات، ذره ذره لبخند یاد میگیره. یه کمی یه جاهایش برای من چیز بود، تو ماچ بود، ولی در کل من فکر کنم از حیز انتفاع فیلم مساقط نمیکنه. شما که داری حیز انتفاع رو استفاده می‌کنی، از تو ماچ لطفا استفاده نکنید. راستی اینا دیگه آره اومده توی زبان. یک انسجام زبانی سکون داشته. چشم. آره به نظر من آخوند خراسانی که مثلا داره دیگه خب همینه، یک ملغمه ای از فرزند روحانی و روحانی به علاوه مثلا جوون 25 ساله این امروزی میتونه با پشتوانه سنت به استقبال امروز بره و امروز رو تغییر بده، نه مثل امروز بشه. حالا اومده توی زبان، من قول میدم که اصلاحش کنم. خلاصه عرض میکنم خدمت شما که به نظر من، ولی جواب میده، به نظر من این رابطه بین این بچه و این آرنولد شکل میگیره و خوبه و آدم شدنش ذره ذره و اون پایامندی درخشان، جایی که میگه حالا میفهمم چرا آدمو گریه میکنه، خیلی خوبه و خیلی سینمایی. یعنی شعارم نیست، اینو قدم به قدم تو فیلمنامه کاشته، توی سینما درش آورده. ای کاش در واقع فیلمنامه کم حرفتری، ما کلا فیلم کم حرفتری می‌داشتیم. خیلی دیالوگ داره. خب خیلی دیالوگ داره. قشنگ میگم انگار کامرون اومده پشت میکروفون و داره منبر. بله بله. یعنی به نظر من اونجایی که مثلا دستشو میذاره زیر گونه بچه، الان میفهمم چرا شما آدمو گریه میکنید. حالا نه اینجا من تو گفتم خودم بندازم پشت پایین تو حسابا. اینجا به نظر من حدی در میاد به خاطر اینکه مال فیلمه. میدونم مال فیلمه. ولی خیلی حرف داره. میدونی فقط این نیست، یه عالمه دیالوگ اینطوری داره فیلم که اصلا نباید باشه. من نمیفهمم این حرفا رو چی دارید. خب اینجا اصلا سانتیمانتال میشه فیلم. بابا تو همین دستتو بذار به گونه بچه، اشکشو پاک کن، تمام. بعد یه نمای بسته از چشم خودت بده که نمیتونی گریه کنی. چرا باید به جمله اینطوری که من الان میفهمم شده آدم‌ها چرا گریه میکنن. ما تا پایین. آره قبوله. حالا خلاصه که عرض کردم که گفتم از این جهت میگم فیلم قابل دفاعیه به خاطر اینکه یک اون آنتاگونیست و پروتاگونیستش به نظر من تا آخر کشش داره، دو این رابطه وجود داره و خوبه و این قصه رو جذاب میکنه. اما نقدهایی هم بود. حالا شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. نه تو این دو نکته من باید همراه هم رابطه ها، خصوصا خود پسر و مادرش به نظر من شاید یه رابطه کامل نیست، رابطه عمیق نیست، چون خود مادر اونقدر بهش پرداخت. یکی از شخصیتایی که من اگه قسمت اول فیلمو دیده بودم شاید بیشتر باشه ارتباط میگرفتم و روش حرف داشتم مادره. آخه از یک مادر خیلی بهتره اینجا. یه پشتوانه‌ای حس می‌کنم داشت، انگار یه سری چیزی رو من بعد میفهمیدم که نمیفهمیدم. مادر تو یک خیلی زن باز نسبت دیدی دیگه، خیلی زن احمقیه، خیلی نابالغه. یعنی خب طبیعتا احمقی که چیزی نمیدونه از این خطرهایی که توی دو خودش آماده کرده، خیلی جنگجوه و به نسبت جنگجو بودنه تا حدی شاش درآمد، ولی خیلی کامل نیست. من میگم شاید کامل نباشه، ولی به نظر من رابطه نصف نیمه قابل تحمل از مادر و فرزنده میسازه. اینکه اول خوب از دستش ناراحته، خیلی تحویلش نمیگیره، بعدا متوجه میشه که مامانش که مثلا فداکاری کرده بوده براش. اینا به نظر من این نسبتیه که در میاد. کلا بازی‌ها به نظر من خوبه. بازی‌ها خوبه. بازی خود آرنولد به نظر من خیلی بازی خوبیه. بازی مادره به نظر من بازی خوبیه، خصوصا تو آسایشگاه. به نظر من این صحنه، این دیوونگی هم یکی از اون چیزایی که سینما خیلی سخت میتونه سمتش بره به نظر من. استادش هیچکاکه، واقعا استادش هیچکاکه و به نظر من هیچ کسی مثل هیچکاک نمیتونه دیوونه بسازه. یعنی اون آدمی که تو سایکو هست، فورد که اصلا سمتش نمیره. ما اصلا این دنیای متفاوته. آره دنیاش الحمدلله خدا رو شکر این نیست. فورد هم باید نمایش صحبت کنیم. من خیلی از خود فورد خیلی خوشم نمیاد، از خودش آدمشه. به نظر من کارگردان فاخری، یعنی اون کاری که می‌خواسته بکنه رو خوب کرده، ولی خب خیلی بلاها سر آدمای دیگه با اون خوب کار کردنش داره دیگه. از انگار دستای پروپاگاندای امریکا بود. آره دیگه، یعنی اصلا کارش این بوده که مردم بفرسته تو جنگ، تاریخ سازی برای آمریکا و فلان و اینا. خودش یه مدت تو نیرو دریایی
یه فیلم برای نیروی دریایی دیدی؟ بالهای عقاب. من دوست دارم فیلمو. خیلی خوبه. آره. کار میکنه. فورد یه جمله‌ای داره سید مرتضی در مورد تکنولوژی میگه که مشکل ما با تکنولوژی اینه که ما با تلوسش همراه نیستیم. تلوس یک کلمه یونانی معنای جهت فطریه. خب میگه این فطرتشو ساخته شده واسه همچین کاری، واسه اینکه یه آمریکایی رو اینجوری نشون بده. خب فورد اینو فهمیده و کاملا منطبق با اون داره حرکت میکنه. جوابم میده. یعنی انگار یه ابزار رو ساختن برای فورد هم آدم گنده‌ایه، یعنی آدم نابغه است. دادن دستش، اینا کامل استفاده کرده. یعنی مثلا به نظرم فلسفه افتاده دست صدرا، یعنی به غایت رسونده. البته جناب صدرا ما ببخشید نمیشه همین مثال و این نکته در مورد فورد. خب میگم خیلی به نظر من کشتاره امریکا گردنشه. خیلی یه واسه سرخپوستا گفتم کنار نمیام با سرخپوستا. آره خیلی امریکاییه دیگه. خیلی امریکایی. اما خب واقعا زندگی داره. من بهت گفتم خیلی هیچکاکو فراری ام ازش دیگه. گفتم من اصلا از فیلمایی شد فراری ام، یعنی دیگه هم نمیبینم دوباره. حداقل آثار جدیدشو میبینم که بالاخره تو به عنوان کسی که میخواد راجع به سینما حرف بزنی باید دیده باشی هیچکاکو. ولی دیگه من مرد عوضی رو نخواهم دید، حداقل تا چند سال. به خاطر اینکه جهانش اذیتم میکنه. این حجم از تعلیق، این حجم از دلهوره، این حجم از فشار، چه اصراریه فورد زندگی به خوبی. ولی میخوام بگم فورد خیلی، یعنی محبوبم فورده. نکتهش همونه که خودت گفتی، فونگ لانگ شاته، یعنی داره درامو زندگی روایت میکنه. زندگی روایت میکنه. همین بالهای عقابی که اسمش رو آوردیم یه عزاداری داره، بحث سانتیمانتال هم شد، اصلا بدون ادا در آوردن، فقط پدر میشینه تو تاریکی، پسر اول فیلم میمیره نوزادش، یه عزاداری پدر میشینه، مادرم تو نور داره دور حرکت میکنه. اینقدر خوبه این نمو، تاثیرگذاره. لعنتی فورد حدود سینما رو میفهمه. بعد هیچکاک داستایوفسکی سینماست دیگه. این تو حالا رمان شروع کنی بخونی، مثلا گفتم اون شب مثال زدم، تو مثلا تولستوی که میخونی، مثالامو مسامحتاً ببین، دقیقاً همونه. یعنی مثلا لانگ، مثلا تو پرانتز باز نوادری فیلمی داره تو حوزه علمی قم، داره فیلمنامه‌نویسی تدریس میکنه. بعد یکی از این طلبه‌ها میگه که این لانگ شات، بله ما کلمه زیبایی مثل نمای وسیع داریم. نادر ابراهیمی میگه من اگه از سر کلاس دانشگاه کسی این خبطو بکنه از کلاس بیرونش میکنم. شما طلبه‌ای چرا از کلمه اجنبی لانگ شات استفاده میکنید؟ نمای وسیع. بعد خیلی جالب میگه ما اونا مجبورن بگن سوپر لانگ شات چون کلمه ندارن، هی میگن بزرگتر. میگه ما وسیع داریم، باز داریم، مثلا یه 6 7 تا مثلا ما به ازا میده. این همه ما کلمه داریم، مثلا چرا باید همین کلمه‌ای تو استفاده کنیم؟ یه میخ شده رفته بود. نه خیلی قرار هم صحبت پنسل ببندم. ولی خب داستایوفسکی اینجوره که یک آدم داره و 700 صفحه میره توش. یعنی تو 700 صفحه انقدر عمیق میشه که من واقعا یادمه جنایت و مکافات که میخونم گفتم مگه میشه یه آدم انقدر ژرفا داشته باشه؟ ژرفا توی احساسات دنیویشه، یعنی اصلا کاری به عالم معنا اینا نداره. یعنی همین آدمیزاده عصر نیستنگاری روسو اینقدر عمق بهش میده. اصلا میشه تو بعد هر چقدر میره جلوتر میبینی بازم هست. هیچکاک همین شکلی. حالا سینما مدیومیه که خیلی کلا عمقش نسبت به رمان کمه، ولی به نظر من عمیق ترین فیلم‌ها از لحاظ، چون کلام تجرید داره، یعنی تو خودت داری اون شخصیت رو، یعنی تو اون تجربه سهیمی، ولی سینما تصویر داره، یعنی تو آدمه رو داری میبینی، صورتش رو داری میبینی، خیلی کمتر تو اون تجربه سهیمی. این یکی از دلایلی که عمقش کمتره. یعنی هیچگاه به نظر من ابدا دیگه سایکو رو نمیدونم، تو آخر عمر نمیبینم. مثلا ورتیگو رو عمرن ببینم. میگم ما یه مجله داشتیم در مورد هیچگاه، بزرگترین پرونش در مورد ورتیگو بود. سردبیر گفت بیا تو بنویس. گفتم ببین منو بفرست سر پرده پاره. مثلا ورتیگو من نمیبینم. یعنی من مثلا میخوان عذابم کنن توی دوزخ ان شاء الله، اونجا میتونن یه پرده بزرگ بزنن مدام ورتیگو رو پخش کنن. واقعا شکنجه است. ولی همش از خوب بودن و
عظیم بودن، توانایی این آدمه که اینجوری میسازه. ولی مثلا خب فورد برای من این نیست دیگه. فورد اخیراً دوباره خونه مرد آرام نه دیوید جون چی رو برای خانواده گذاشتم؟ مردی که دیبیتی بالانس را کشت. بهترین فیلم فورد نظر تو چیه برای تو؟ من همه فیلم فورد رو ندیدم. اونایی که دیدی، حالا اونایی که دیدی مرد آرام، جویندگان رو که دیدی، سرچل جویندگان نصف دیدم. چرا؟ یادم نمیاد. فکر می‌کنم خواستیم نقدش کنیم بعد پروندهمون عوض شد. خود فیلم فقط ارزش نداشت که تمامش کنیم. خب این برهه‌ای بود که واقعا نمیتونستم فیلم ببینم. یعنی به اندازه وقتم میتونستم فیلم ببینم، نتونستم ببینم. و همیشه تو ذهنم بوده که یه روز میرم فوردو میشینم از دوره مثلا اولین فیلمش میبینم تا مثلا بله. خونه واقعاش چیه؟ خونه اول گفتم که سیاه‌سفید، نه سیاه‌سفید که حوصله‌شو داره و فلان و اینا. بعد که مردی دیبیت بالانسا کشت و گذاشتم یکم که پخش شد، چیه ببینیم فلان چقدر اصلا مگه میشه این فیلمو ندید؟ مگه میشه این فیلمو نصف گذاشت؟ اینقدر جذاب. به نظرم یکی از دو تا شاهکاره، یعنی خیلی شاهکار داره ولی اون دو تای بالایی برای من در واقع منحوس لیبرتی بالانس و شاید حتی بهتر از اون خوشای خشم بودی، یعنی بهترین فیلم فورد فکر میکنم. و دیگه من دیدم فیلم سیاه‌سفید است. نه من یه رفیق داشتم اصلا اهل فیلم کلاسیک نه، مثلا همه اکثرا آره نه زاویه داشت. یعنی مثلا من فیلم سیاسی دیوونه‌ای مثلا بیاریم نولان مثلا میرفت عراق، نولان که فیلم رو پردریز ببینه، انقدر مثلا تباه. بعد یارش گفتم بیا مثلا من یه فیلم بهت بدم، یه فیلم به خاطر من ببین، اگر بد بود تا آخر عمر دیگه کلاسیک نبین. گفت باش. آپارتمان رو بهش دادم. ببین خل سینمای کلاسیک شد. یعنی دیگه موند. یعنی الان بهش میگم نولان میگه برو ببین چیه. مثلا به جای رسیده بود من زنگ زدم گفتم کلاسیک چی دیدی به من بگو من ببینم. یعنی رفت افتاد یهو مثلا وایلدر شروع کردم. یعنی بعدش اصلا بیلی وایلدر بهترین گزینه برای انسان امروز، ارتباط انسان امروز با کلاسیکاست. و به نظر من با اینا خوشگله. این خوشگله؟ آره چون رنگیه. آره دیگه رنگی هم هست اینا. یه جذابیت فرامرزی هم داره کمی. آره. اینکه مثلا به طرف میگه موضوع فیلم در مورد اینم که هست دیگه. آره دیگه. اوه بریم ببینیم مثلا. آره خلاصه که اینجوریه. کمی منحرف هم شدیم ولی بحثمون فکر کنم جوندار بود و خیلی نکته در مورد برتولد برشت گفتم، از بوتیقا حرف زدم. بله. رفرنس های من، ارجاعات من مقاله علمی ترویجی شد. حتما نشد ولی خب رسول خدا شما حفظ کنه. آره ان شاءالله دفعه دیگه منابع بیشتری. ان شاءالله منابع بیشتری و خب تمام. جمع‌بندی نمیخوای بکنی؟ جمع‌بندی کنی و نمره. من فکر می‌کنم که فیلم ترمیناتور هنوزم که هنوز من به کسی میخوام بگم میگن چه فیلمی ببینیم، من از فیلم‌های خب طبیعتاً جدید بهشون پیشنهاد میدم. چند تا فیلمه، یکیش هنوزم که هنوزه برای من ترمیناتوره که میگم ترمیناتور رو ببین. حالا با اکشن عادت کنه کم کم فیلم‌های یه کمی جدی‌تر به نسبت کار امروز ببینیم تا بریم سمت فیلم خیلی خوب. و از حیز انتفاع گفتم ساقط نشده و 6 از 10 برای من داره حداقل. هنوزم که تو بچه مردم 5 از 10 میداد، این 6 از 10. خب بهتره. بهتره. بچه مردم تازه دیدیم. بذار یکم بگذره. اصلا مهمتره. حالا فیلم مهمتره نه مهمتره که قطعا مهمتره. ما از فرمی داریم به فیلم رو میدیم. آره. ولی برای من از حیز انتفاع خارجه. آره من قطعا به کسی همچی پیشنهادی نمیدم. خیلی انشالله. و به نظر من نکات منفی فیلم و اینکه تاریخ داره اینا موجب میشه که شاید 5 4 بدم به فیلم و توصیه هم نمی کنم. یعنی فیلم رو ندیدین تا اینجا رسیدین، فیلم رو نبینین. به نظر من نه اونقدر به نظر رو احساسات انسانی کار میکنه، نه اونقدر چیزی داره که آدمو بکشه. خب دیگه کسی دیده دیگه ناچار بوده دیگه. خیر است. خب شما نکته نداری؟ نه فیلم بعدی چیه؟ فیلم بعدی رو برای تو.
خدا نگهدار یا علی مدد.